سلام رفقا، امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز میخوایم درباره 4 تا فیلم صحبت کنیم که آخر هفتهتون کلا با این 4 تا فیلم ببندید و دیگه اذیت نشید بگردید دنبال فیلمایی که مد نظر دارید. من این مختصر معرفی از این 4 تا فیلم براتون میذارم، دیگه خیلی راحت میتونید انتخاب کنید که پنجشنبه چی ببینید، چهارشنبه چی، تا آخر هفتهتون کامل با این فیلم‌ها ببندید. خب قبل اینکه بریم سراغ معرفی فیلم‌ها، سابسکرایب و لایک کانال من فراموش نشه. کانال دنبال کنید تا اطلاع دکمه زنگوله رو هم حتما فشار بدید تا پست بعدی که قرار میدم یا فیلم بعدی که معرفی میکنم حتما از دست ندید و بتونید فیلم‌ها رو کامل آنالیز کنید. فیلم اولی که میخوام درباره‌اش صحبت کنیم مرج فیلم فوریوسان. این فیلم که تو دنیا آخر از زمانی بیشتر خوش نشون میده با شخصیتایی که داره. فیلم فوریوسا یه جورای پیش درآمد مید مکس فور رود، همون ماشینایی که تو جاده بودن و یه سری آدما با ظاهر خاص توش بازی میکردن نشون میده. فیلم فوریوسا قبل از اون فیلم مید مکس نشون میده تو جاده بودن و قبل از تبدیل شدن به اون جنگجوی خفن رو میخواد نشون بده. این با بازی دو تا بازیگر خیلی معروف بازی، یکیش که کریس هرموس معروفه، دومی آنیا تایلور که نقش مقابل کریس هرموس رو بازی میکنه. نکته جالب این ویدیو بعضی میتونن بگن، بعضی میگن که این قسمت حتی از فورود هم بهتره. پس اگه دنبال هیجانی و انفجاری و موتور سواری وسط صحرا هستی، حتما این فیلمو بهت پیشنهاد میکنم. بلیطش اوکی کن، فیلمو ببین، از دیدنش لذت میبری یا دانلود کن و ببین و با خانواده و لذت ببر. خب فیلم اولی که بهتون معرفی کردم کاملا جنگی، اکشن و جنایی بود. بریم سراغ فیلم دوم. فیلم دوم که میخوایم درباره‌اش صحبت کنیم دفولگای یا همون مرد ساده‌لوه. یه فیلم اکشن کمدیه، نمیشه بهش گفت فیلم اکشن کامل یا کمدی کامل. یه فیلم اکشن کمدیه، حالا هوا هالیوودی هم داره که با بازی رایان گلاسینگ و امیلی بلانت که درباره بدلکاری سینما ناخواسته درگیر یه پرونده گم شده بازیگری میشن و یه جورایی میخوان ادای احترام کنن به بدلکارا. هم باحال، هم پر از صحنه‌های اکشنه، در عینه که اکشنه خیلی کمدیه. اگه میخوای سرگرم بشی بدون پیچیدگی و دلتنگی به فیلم نگاه کنی، حتما این فیلمو ببین و لذت ببر از فیلمی که بهت معرفی کردم، مرد ساده‌لو. یه فیلم اکشن کمدیه با حال و هوای هالیوودی. بریم سراغ فیلم سوم که میخوایم درباره‌اش صحبت کنیم. یه فیلم که درباره پادشاه میمون صحبت میکنه، کینگدام آف د پلنت، که درباره زندگی میمون‌ها یا میمون‌ها برگشتن میخواد صحبت کنه. پادشاه سیاره میمون‌ها ادامه بر سگانه قبلی نیست، یه فیلم جدا از اون فیلم‌ها که داستان مال 100 سال یا سالها قبل از اون اتفاق میفته. انسان ها تو این فیلم کاملا منزوی هستن و میمون ها دارن تمدن رو میسازن و چهره غالب نسبت به آدم ها دارن. اگه میخوای یه فیلم با جلوه های ویژه، صحنه های اکشن یا صحنه های حیوانگونه یا برتری حیوان نسبت به انسان رو ببینی، حتما پیشنهاد کنم این فیلم رو ببین. کاملا هیجان انگیزه و قشنگ قفلت میکنه با تلویزیون. بریم سراغ فیلم چهارم. درباره فیلم چهارم که میخوام صحبت کنم، یه فیلم ایفه، یه فیلم کاملا فانتزی و خانوادگی. یعنی اگه دنبال فیلمایی هستی که با خانواده میخوای ببینی، حتما فیلم ایفو ببین که باید دقت کنید تو همه فیلمایی که بهتون معرفی کردم عکساشم براتون گذاشتم. این فیلمو ببین که درباره یه دختر بچه است که با دوستای خیالی خودش زندگی. یه فیلم کاملا فانتزی و خانوادگیه، یعنی چون حالت انیمیشن طوری هم داره، قشنگ با بچه‌هاتون بشینید سرگرمشون کنید، فیلماتون رو ببینید و لذت ببرید. حالا من 4 تا فیلم بهتون معرفی کردم، میخوام جنبندی از این 4 تا داشته باشم. اینم از 4 تا فیلمی که بهتون معرفی کردم، خیلی همینا رو پرده سینما هستن و دارن استفاده میکنن. حالا تو کدومشو بیشتر دوست داری و کدومشو میخوای ببینی، تصمیم با خودت باید نظر بدی. ولی اگه فیلمی مد نظر دیگه من معرفیش نکردم، تحلیلش نکردم، حتما تو کامنت ها برام بنویس. سابسکرایب فراموش نشه، دکمه زنگوله رو بزن که منو گم نکنی و بتونیم همدیگه رو پیدا کنیم و کارامونو پیش ببریم و ویدیوهای بعدی منم ببینید.